دوستان سلام، امیدواریم که حالتون خوب باشه و این هفته هم فرصت همراهی با کامنت رو داشته باشید. من هم سلام عرض میکنم و میخوام بدون هر گونه مقدمه چیدی بریم سر اصل مطلب. حالا اصل مطلب چیه مهران؟ اصل مطلب اینه که بالاخره بعد از این همه روزخونی پزشکیان برای ناترازی ها و این همه اعتراف درمانی و همه این حرف ها بالاخره به این نتیجه رسید که علت ناترازی برق رو کشف کرده. تازه علتشو بله کشف کرده. خب من دیروز با آقای استاندار صحبت میکنیم چرا اینقدر برق مثلا صبح اومده بودیم تمام چراغا روشن بود، بعد تو اتاقا مثلا تا دلت بخواد از اون لامپا روشنه، هر کدوم اینا رو نصف کنی اون وقت اصلا ما مشکل برق پیدا نمیکنیم. بالاخره ما الان 6 برابر اروپا برق مصرف میکنیم، از این ور میگیم مشکل داریم، از اون ور داریم بد مصرف میکنیم. ملاحظه کردید مشکل تو اینه که مردم ایران بد برق مصرف میکنن، اونم نه 1 ولت و 2 ولت، 6 برابر اروپا تو ایران داره برق بد مصرف میشه. بله اینجاست که باید به پوزیده گفت که قربان عظما و منویاتش بری. تو خودت پرتی و پرتابی. آخه 2 تا از این کارشناسای درپیتی تقلبی از اونایی که مدرک میخرن دور برت نیست که این حرف باشون چک کنی که اینجوری آبرود نره که سایتای خودت دست تو رو کنن. اینو بخون مهران. نوشته که محمد فاضلی جامعه شناس میگوید که مصرف برق ایرانی ها از اروپایی ها کمتر است و فردی که به رئیس جمهور آمار اشتباه میدهد باید توبیخ شود. فقط آلمان 505 و فرانسه 467 تراوات ساعت مصرف دارند سال 2023 تازه، و از ایران با 380 بار بیشتر مصرف میکنند. اینها بعد گفته اینها به آبروی دولت و رئیس جمهور ضربه سخت میزنن. نه نگران نباش، دولت و رئیس جمهور آبرویی نداره ضربه بخوره. ولی بابا تو هم توقعی داری یا توقع داری که زرشکیان تو این شرایط بشینه با 4 تا کارشناس هماهنگ کنه، باهاشون سلام مشورت کنه؟ وقت نداره این بدبخت که بابا این شنبه باید بره دیوار درست کنه، دیوار چینی بناس. آره دیگه، بعد یک شنبه باید بره گل کوچیک بزنه تیغی، بعد دوشنبه هم که اخیراً دوشنبه بلند شده رفته تو اتاق عمل به عنوان جراح قلب عمل کرده. بعد تو انتظار داری این بشینه با کارشناسا راجع به علت ناترازی بحث کنه؟ این تصویری که تو از پزشکیان دادی من یاد این شاگردای درس نخونه شب امتحان میافتم که همه کاری میکنن، خونه رو جارو میزنن، پنجره رو تمیز میکنن که درس نخونن. حالا اون دیوار چینیشو اینا زیاد مشکلی نیست، ولی این آخری خطرناکه، چون این یارو پزشکیان تقلبیه داره فیلم بازی میکنه. خدا نکنه اون مریضه واقعی باشه سر عمل میره. که این داستان اون 2 نفر شنید رفته بودن فیلم ببینن سینما، از قضا فیلم گاوبازی بوده، گاوه حمله میکنه طرف اون گاوبازه، یکی از اینا بلند میشه فرار میکنه، میاد به سمت دوربین، دیگه از این سینماسکوپا بوده. بعد این میگه کجا میری؟ میگه بابا داره گاوه حمله میکنه. میگه فیلمه. میگه بابا تو میدونی فیلمه؟ من میدونم فیلم، گاوه که میدونه فیلمه. حالا پزشکی هم میدونه فیلمو از این مسخره بازی آخوندیه. اون بیمارستان میدونه، اون بدبخت مریضه زیر عمل جراحی از بین نره چون یارو میخواد فیلم بازی کنه. خدا رحم کنه به اون مریضی که پزشکیان جراحیش میکنه. حالا بابک تو این سوتی پزشکیان رو در رابطه با مصرف برق گفتی، ولی تا جایی که به خود خامنه‌ای و رئیس جمهورش برمیگرده مصرف برقشون 6 برابر که چه عرض کنم 10 برابر آمریکا و اروپا. برقی ازشون میپره. ببین تو همین 1 سال گذشته رو ببین، این همه ضربه، این همه بحران، کم چند هزار مگاوامتا به قول رئیسی برق از عمامه و از کله خامنه‌ای و رئیس جمهورش گذشته. اینا مصرف برق نیست؟ بله دقیقاً مصرف برق هم هست. تو استبل ولایت هم، توی وسط نظام ولایت هم مدام این برق گرفتگی رو به روی عظما پزشکیان میارن. جناب دکتر پزشکیان، وزارت نیرو در خصوص تولید و توزیع برق کاملا با بحران مواجه هستش. انسجام نه در تولید
و نه در توزیع عادلانه وجود ندارد، نه برنامه‌ای برای ماه‌های آتی از سوی این وزارتخانه اعلام می شود و نه اقدامی که بتوان چشماندازی را از این امیدی داشت. حالا که صحبت از برق گرفتگی شد، این کلیپ کوتاه هم ببینیم که لحظه برق گرفتگی پزشکیانه، همونجا ثبت کردن. روی گازم فریده برد صنعتی از سفازم دو ترازم روی گازم فریده برد صنعتی از سفازم فریده برد صنعتی از سفازم. خب حالا که صحبت از برق گرفتگی های اخیر عظما شد، باید یاد کنیم از بیانیه 560 نفر از قانونگذاران مجلسین انگلستان که واقعا برق صنعتی فشار قوی بود، از عظما پروند. آره، که پروند از سفاز نظام. انگلیس 550 نفر از نمایندگان پارلمان در یک نامه رسمی به دولتشان خواستار این شدند که سپاه پاسداران ایران در لیست تروریست ها قرار داده بشه و قرار بگیره. جواب اون پارلمان انگلیس و نمایندگان پارلمان انگلیس رو الحمدلله مجلس ما در یک بیانیه‌ای به خوبی و محکم داده. این دیگه جیغ بنفش نیست، این جیغ ماورای بنفش بود. حالا بریم ببینیم که تو بیانیه محکم استبل ولایت چی جوری جواب داده. یه نگاهی هم به این بیانیه‌شون بندازیم. مجلس شورای اسلامی اقدام نابخردانه و مغرضانه بیش از 550 نماینده پارلمان عوام و عضو مجلس اعیان بریتانیا را که طی نامه‌ای رسمی خواستار گنجاندن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی شده‌اند به شدت محکوم می‌کند. این اقدام که آشکارا تحت القاءات منافقین صورت گرفته، نشان دهنده استمرار روحیه استعمارگرایانه، مداخله جویانه و ضد ملی ساختار حاکمیتی بریتانیا در قبال کشورهای مستقل و انقلابی است. آقا این همه جلز و ولز کردن فقط به خاطر خواست مجلسین انگلستان برای وارد کردن اسم سپاه تو لیست تروریستیه؟ نه، ببین، وارد شدن یعنی وارد کردن سپاه تو لیست تروریستی خودش سوزشی داره، اما این سوزش و این تاولا درجه 3، یعنی سوختگی درجه 3. علت این مدل سوختگی رو هم که این تاولای درشت رو زده و این جلزه ولز رو خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تصنیم نوشته. ببین چی نوشته؟ خب من میخونم. نوشته قانونگذاران انگلیس از قانونهای شورشی حمایت کردن. اینه که سوختگی رو درجه 3 کرده. حالا جالب اینجاست که بالاخره بعد از همه این سانسورها مجبور شدن مقر میان و اسم از قانونهای شورشی ببرن. ولی بالاتر از درجه 3 هم داریم سوختگی؟ بعید میدونم، نه دیگه، چون این درجه 3 هم بالاتره. ولی نکته جالبش اینجاست که برگشته میگه بر فرض صحت. بابا مجلستون بیانیه صادر کرده، خودت میگی بیانیه محکم داده، بعد میگی بر فرض صحت. یعنی حتی از تصور صحتش هم میترسن اینا. داستان یارو رو شنیدی که خیلی ادعای بزن بهادری میکرد، یه بار ایسی وایساده بود که اومد گذاشت زیر گوشش، بعد گفت زدی اینو جدی زدی یا شوخی؟ گفت جدی. گفت خیلی شانس آوردی، من با کسی شوخی ندارم. حالا داستان اینه خودش بیانیه داده میگه بر فرض صحت. آقا صحت داره، چه غلطی میخوای بکنی؟ و این نکته جالب دیگه هم که توی این داستان تصنیم هست اینه که نوشته قانونهای شورشی به مراکز فرهنگی و مذهبی حمله میکنن. مراکز فرهنگی، اون کی چی گفته بود؟ مذهبی اسم مستعار مراکز شکنجه و سرکوب، چون مذهب آخونده که اول آخرش همینه. بالاترین مرکز فرهنگی هم اوینه دیگه، با اون شکنجه‌گراش و اون که بنیانگذارش هم اون عارف نامی
لاجوردی بود. واقعا این رژیم تمام ارزش‌ها رو وارونه کرده. اما یه نکته دیگه، اینجا که میرسه تصنیم توی این گزارشش میگه کانونهای شورشی به مراکز فرهنگی و فلان حمله میکنن، ولی وقتی که قضاییه رژیم به کمیسر عالی حقوق بشر نامه مینویسه دیگه نمینویسه مرکز فرهنگی. ببین چی مینویسه؟ مینویسه اقدامات کانون شورشی شامل شلیک خمپاره به مقر گارد قدس و ساختمان یگان ویژه فراجا و مقر ناحیه ضد سامن الحججه. بنازم به کانونهای شورشی که رژیم پشتیبانانش، دلدادگانش، وابستگانش، عاشقانش، و مواجب سینه چاکانش، درون مرزی برون مرزی و برون مرزی، با نام مستعار بدون اسم مستعار، اینها خواستن که کانون شورشی رو سانسور کنن، ولی این اوج کار کانون شورشی اونقدر بود که مجبور شدن مغور بیان که علت اصلی ترسشون چیه. حالا من میخوام چند تا از این کارهایی که کانونهای شورشی، بلایی که سر فراکس فرهنگی و مذهبی رژیم آوردن رو با هم ببینیم، صفا کنیم با اسم و تاریخ. دیگه چه خبر داری؟ خبر این که یه سندی رسیده به دست یکی از اعضای استبل ولایت که این سند کلی سر و صدا کرده. کدوم سند؟ ببین یه سندی به دستم رسیده، تا دقیقاً تو فضا مجازی هم منتشرش میکنم. خلاصش اینه که 6 نفر از اعضای درجه 1 فامیل خانم فرزانه صادق وزیر راه، از فرزند و همسر ایشون تا داماد و خواهرزاده‌اش، با یه هزینه نزدیک به 1 میلیارد تومانی رفتن کیش. از اولا باید به این کیفکش جلیلی که از این لوسبازی‌ها در نیار، گر حکم شود که دزد و اختلاسگر و غارتگر بگیرن، همه شما رو با هم باید بگیرن میزان زبالتون. بعد خواهشاً این رخت چریکاتون رو نیارید جلوی دوربین بشورید. اگه اون رفته کیش بخور کرده و چریده، تو هم رفته بودی قطر با رفقات چریدی. خب تو رفته بودی قطر، اون اومد سند رو کنه. مگه تو رفته بودی قطر، اون اومد سند رو کنه؟ خواهشاً این لوسبازی رو بذارید برای همه خودتون. ثانیاً مگه تو مقلد خامنه ای نیستی؟ اینو خود خامنه ای انتخاب کرده. بعد این فکر کرده شق القمر کرده، سند پیدا کرده. بابا پشت این سند و خود عظما امضا کرده. اصلا ببین خودش میگه خامنه ای منو چطوری صدا پول بلیط هواپیماشون رو خود خامنه ای داده. بابا اینا رو میدونه این لوسبازی‌ها. حالا ببین مثلا خود این یارو میگه خامنه ای چطوری منو صدا میکنه. نگاه کن. رهبری توصیه کردن که شما بشید وزیر؟ بله. ارتباط خیلی نزدیکی داریم. الان به شما چی میگن ایشون؟ وزیر شدین و همچنان فرزانه جان. فرزانه. حرفایی که بهتون میگن مراقب باشید. جملاتش خیلی خوب یادمه. نگرانمه. آها. و خیلی با محبت کارامو پیگیری میکنه و نگران، بیشتر از همه نگران سلامتیمه. خیلی راحت دارم باهاتون گفتگو میکنم. ارتباطم خیلی باهاش خوبه، خدا رو شکر. نگرانی های این روزاشون چیه؟ دغدغه زیادی برام داره. آها، نگرانی. کمتر میبینه منو، ولی خیلی خیلی دعا میکنه. دعا میکنه؟ بله. دعای گوشه نشینان. بله. بینندگان عزیز، از همراهی شما با کامنت این هفته سپاسگزاریم و تا دیداری دیگه با شما خداحافظی میکنیم. پیروز و سرفراز باشید. خدا نگهدار.